بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض ادب و سلام محضر همه شما عزیزان. یکی از محوری ترین محافل و مجالس دعا و مناجات مجلس دعا و مناجات مسجد جامع اصفهانه. خب عزیزان مستحضرید که در اصفهان از حدود 70 سال قبل که توسط علماء اصفهان خوندن دعای کمیل در نیمه شبهای جمعه کلید خورده. مرحوم ریزه‌ای اگر اشتباه نکنم، بعضی علماء دیگه مخصوصا مرحوم میرزا مهدی مظاهری رحمت الله علیه دعای کمیل رو شروع کردن با کمک علماء دیگه، و حدود 50 سال قبل دعای ابو حمزه سمالی رو شروع کردن، اونم به صورت گسترده، اونم به صورت کامل در شهر اصفهان، که الان چند ده ساله که در مسجد